اگر ربنا الله بگیم استقامت بکنیم نتیجهش چی میشه؟ تتنزل علیهم الملائکه، گروه ملائکه بر شما نازل میشن. الا تخافوا ولا تحزنوا، بشارت میدن، جای نگرانی نیست، جای حزن و غم و اندوه نیست. و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، بهتون بشارت میدن به بهشتی که به شما وعده داده شده بود. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، بلا فاصله پشت سر همه ما اولیای شما هستیم، ما حامیان شما هستیم، ما دوستان شما هستیم، ما پشتیبان شما هستیم. در جای دیگه خداوند میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، به این صراحت الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. سبحان الله، اینا عادات اعتقادی ماست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اینو رو باور بکنیم. ان تنصروا الله ینصرکم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. سبحان الله، اگر اهل قریه ایمان داشته باشن و خدا ترسی داشته باشن، خداوند میگه ما درهای برکت‌های آسمان و زمین رو سرازیرشون میکنیم، باز میکنیم. نه یک در، هرچی در تو آسمانه و هرچی در روی زمینه از رزق و روزی و خیر و برکت، همه رو سرازیر زندگیشون میکنیم. اینا آیات باوری ماست و اعتقادی ماست. مهم که تو چطوری با این آیات برخورد بکنید، با این صفات برخورد بکنید. تعامل ما خیلی مهمه. از رمضان چه درسایی گرفتیم؟ فقط همین رکوع و سجود و خشک و خالی بیروح. میگم خیلی از مسلمان ها واژه ها و مصطلحات و کلمات و آیات و تهی کردن از محتوا، در نتیجه جواب نمیگیرن. این معانی و این محتوا با اون شکلش همه با هم جواب میده وقتی کامل بگیرید. دایره عبودیت و بندگی رو توسعه بدیم. اگر عبادت فقط نماز باشه، 5 تا نماز در شبانه روز بیشتر نیست. 5 تا نیم ساعت میشه 2 ساعت و نیم. شما نزدیک به 21 ساعت و نیم دیگه چه وقت دارید. شبانه روز 24 ساعته. روزه که در سال یک باره، حج هم که در عمرت اگه به استطاعت مالی و بدنی داشته باشید و راه هم امن باشه. پس 21 ساعت و نیم دیگه چطوری باید عبادت و بندگی بکنیم؟ علما میگن آموزه های دینی رو از تو نماز، از تو مسجد، از تو حوزه علمیه باید بیاری وارد زندگی بکنید، وگرنه دایره عبودیت و بندگی تنگ میشه. اگر عبادت بگیم فقط نمازه، باید بیاریم تو کارهای اقتصادی، تو تجاری، تو بازار، تو کارخانه، تو شرکت، تو دانشگاه، تو خانه، تو کوچه، تو پارک، تو زندگی. دیگه اون موقع تجارتت عبادت میشه، تفریحت عبادت میشه، ورزشت عبادت میشه، دانشگاهت عبادت میشه، لبخندت عبادت میشه، خوابت عبادت میشه. دایره عبودیت و بندگی رو باید وسعت بدیم همون اندازی که خداوند میخواد توسعه پیدا بکنه. به عزیزی گفتن اتق الله، گفت اتق الله فی المسجد. گفتن از خدا بترس، گفت فقط تو مسجد از خدا بترس. و بیرون چی؟ تو کوچه و بازار چی؟ اتق الله فی المسجد بس مسجد رعایت میکنه. همینطوری که حق ندارید اینجا آب دهنت بندازید، توف بندازید، آب بینی تو بگیرید بندازید، دستمال کلینیکس تو بندازید، آب بخورید بندازید، آشغال تو اینجا بندازید. پیامبر میگه جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. خداوند زمین، کل زمین رو برای من مسجد و طهور قرار داده. این حدیث رو شنیدید که پیامبر میگه کل زمین خداوند برای امت من مسجد و طهور قرار داده. یعنی با خاک زمین میتونیم تیمم بکنیم، جایگزین آب میشه. با همون تیمم میتونیم وضو بگیریم، نماز بخونیم، چون ماده خلقت انسان از آب و از خاک گله. پس با آب میتونی وضو بگیرید.
اگه آب نباشه با همون خاک ماده خلقت دومت هم میتونید. شما میدونستید که کل زمین مسجده؟ این تعبیر این برای امت محمد صلی الله علیه وسلم قرار داده شده. پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم خداوند به امت من 5 چیز داده که به هیچ امتی نداده. یکیش همینه، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. حالا اگه تو مسجد آب دهن نمیندازید، دستمال کلینیکس نمیندازید، آشغالت نمیندازید، یعنی بیرون حق داری بندازید؟ زبالت تو کوچه حق دارید بریزید؟ فاضلابت حق دارید تو کوچه رها بکنید؟ آشغالات چه فرقی میکنه داخل مسجد و بیرون مسجد؟ اسلام همچه دینیه. اسلام همچه دین عظیمیه که نگاهش به زمین این که مسجده، حق نداره تو زمین معصیت خدا بکنید چون حکم مسجد داره. سبحان الله. هر نقطه زمین میتونید بدون سجاده و جانماز نماز بخونید، بجز جاهایی که خون هست، کشتارگاهه، ولی معذوریتی ندارید. پس اسلام باید ورود بکنه تو زندگی ما. نماز تو مسجد خونده میشه اما برای داخل مسجد نیست. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر. داخل مسجد خونده میشه ولی در اصل برای بیرون مسجد خونده داره میشه، نه برای داخل مسجد. اینجا ادا میشه، اینجا برگزار میشه ولی در اصل بازدارنده است. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر. بیرون تو زندگی همه برنامه‌های اسلام و آموزه‌های اسلام اینطوریه. اسلامو کاملش بگیریم، یه بار دیگه بازنگری بکنیم، از نو قرآن بخونیم مثل تازه مسلمان‌ها. یه وقتی گفتن که این سعودی ها چه اشتباهی کردن، خدا میدونه چند میلیون دادن برای یک نفر که بیاد تو کشورشون، 600 نمیدونم چند میلیون، خیلی مبلغی که اصلا تو فکرش هم نبود، خودش هم تو فکرش نبود، تو خیالش نبود که همچین مبلغی بهش پیشنهاد بدن. ایشون 650 میلیون دنبال کننده دارن. اگر بخوایم از نظر بیزنسی هم محاسبه کنیم، یعنی وقتی با مبلغ بالا ایشونو پیشنهاد دادن و آوردنشون تو کشورشون، یعنی 650 میلیون نفر 700 میلیون آوردن تو کشورشون، چون همه طرفداراش فلاوراش دنبالشن دیگه. چقدر میتونه تبلیغات بکنه، چقدر میتونه درآمدزایی بکنه، چقدر میتونه توریست رو وارد اون کشور بکنه اگر مادیش حساب بکنیم. ولی بسم الله ماشاءالله الان داریم میشنویم ازش، تمرین داره میکنه و چقدر شیرین میگه. اینا اگر شیفته اسلام بشن، این تازه مسلمانایی که داری چسبیدن به قرآن، وقتی لذت میبرن وقتی میخونن، فکر میکنی که الان داره برشون نازل میشه، برای اولین بار تو عمرشون دارن. سبحان الله. اگر این رونالدو آمده برای فوتبال، خدا نصیبش بکنه هدایت بشه تو بلاد الحرمین، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در دعوت. برای خواننده ها، برای هنرپیشه ها، برای سلبریتی ها، برای نمیدونم این ورزشکارا، برای همشون دعا بکنید. تو چقدر باید هنر داشته باشی تا 100,000، نمیگم 100,000، تا 1000 نفر دعوت جلو جمع بکنید. یه خواننده 100,000 جلوش جمع شده، همه سر و کله دارن میشکنن. اگر برای دعای هدایت برای این خواننده بکنید، اصلا وضو بگیری خاص برای این خواننده‌ای که این همه طرفدار داره، اگه خدا هدایتش بده. ولی ما عادت کردیم برای خواننده ها، برای ورزشکارا، برای هنرپیشه ها، برای همینا نفرین میکنیم، لعنتشون میکنیم. مردم دوستشون دارن، پس براشون دعای هدایت بکنیم تا خدا هدایتشون بکنه. و چه بسا از کانال اینا صدها هزار هدایت میشن. چرا عادت کردیم فقط یک قشر رو ببینیم؟ دیگه دعوت همینه فقط.
که ما فقط عادت کردیم فقط اونی که نماز میخونه، اونی که تو مسجده، اونی که تو مدرسه دینیه، اونی که تو حوزه علمیه فقط ببینیم. و بعد میدان دعوت خانه، مسجد، حوزه علمیه، کل زمین میدان دعوته. دعوتگران باید همه جا برن، تو ورزشگاه برن، تو پارک برن، تو کشاورزی برن، تو دانشگاه برن، تو ورزشگاه برن، تو خیابون برن، تو بازار برن. جنوب شرق آسیا با اخلاق پیله‌ورا و تجار و کاسبان مسلمان میرفتن اونجا داد و ستد بکنن. امانتدار بودن، شفاف بودن، امین بودن، صادق بودن، منصف بودن، عیب کالاشون رو میگفتن، انصاف داشتن تو داد و ستد، شفاف بودن. سوال برای جنوب شرق آسیا پیش آمد، این دیگه چیه؟ ما همچی تجاری ندیدیم. گفتن اینا چیه؟ گفتن این دین ماست. دین شما چیه؟ اسلامه. میتونید به ما آموزش بدید؟ بله بله. با اخلاق تجار مسلمان شدن. یک عزیزی نقل میکرد، یکی از علما برای من، قطر بودم، نقل میکرد که تو آمریکا یه جوانی والد یک برجی شد، رفت تو آسانسور. وقتی وارد شد یک دختر خیلی جذابی هم وسوسه انگیزی همراهش وارد آسانسور شد. این جوان مسلمان بود، اون دختر غیر مسلمان بود. این جوان تا اومد دید که اینم باش داخل شد، چشمش انداخت پایین، فقط به زمین نگاه میکرد. هر چی خودشو حرکت داد این طرف تو هر طبقه می ایستاد. دیگران هم سوار آسانسور می شدند، ولی این دختر هر کاری کرد که چشم این رو بدزده و متوجه خودش بکنه، این چشمش حرکت نکرد. میخواست بره پایین، دختر دنبالش دوید، صداش زد بیست، ایستاد، ولی نگاه تو صورتش نکرد. گفت از این همه زیبایی و جمال و فتنه‌گری خوشت نمیاد؟ دوست ندارید نگاه کنید؟ ملتی سر و کله رو دارن میشکنن که من یه گوشی چشمی به اونها بندازم. حالا من دنبال تو هم، تو بی‌اعتنا شدی به من؟ گفت دین من اجازه نمیده، تو برای من حرامید، دین من اجازه نمیده. گفت دین چیه؟ دین من اسلامه. یک نگاه سریع حق منه، اما نگاه دوم مال من نیست. گفت من میخوام بر دین تو وارد بشم. گفت بسم الله. دختره بر دین اون وارد شد، بر اسلام، فقط به خاطر همین اخلاقش، به خاطر این طهارت و پاکیش و عفت نفسش و تقواش. گفت پیشنهاد میدم با من ازدواج کنید. دختره بهش گفت. وقتی مسلمان شد با هم ازدواج کردن. بعد متوجه شد که این دختر 200 تا شرکت داره، صاحب 200 تا شرکت کارخانه است، ولی اون سرمایه اونو ارضا نمی کرد. سرمایه واقعی رو این جوان دید. اون مردانی که دلشون مریض بود، بیمار بود، چشماشون کثیف بود، برای سوء استفاده نگاه میکردن و میخواستن به دستش بیارن، ولی این جوان ایستاد جلوش، هر کاری کرد که تحریکش بکنه نتونست، به دست و پاش افتاد. گفت دین منه، من تخطی نمی کنم. این سرمایه واقعی به دست آورد.